زندگی نامه پیامبر اسلام. قسمت اول. اسم محمد. اسم پدر عبدالله. اسم مادر بیبی آمنه. اسم پدرکلان عبدالمطلب. اسم مادرکلان فاطمه. اسم خانم اول بیبی خدیجه. اسم دایه حلیمه. اسم خانوادگی هاشمی. اسم طایفه قریش. تاریخ تولد 12 ربیع اول سال 571 میلادی. محل تولد شهر مکه. لقب راستگو و امین. سن معبوس شدن به پیامبری 40 سالگی. مدت پیامبری 23 سال. محل نزول وحی غار حرا. هدف پیامبری دعوت به دین اسلام. فرشته وحی جبرائیل علیه السلام. اسم یار پیامبر ابوبکر صدیق. سال وفات در سن 63 سالگی سال 661 میلادی.